رفته 2 شب قبل از عروسیش در سونای زعفرانی کشتنش. یعنی میخوام بهتون بگم اینها کارهایی که آقای فلاحیان کرده، این کارها به نظر من خودش 10 کتاب خواهد شد. طرح قتل‌های زنجیره‌ای رو آقای فلاحیان و سعید امامی ریختن. این طرح‌ها مال اونا بود، منتها بعد دوری نجف آبادی اومد اینها رو اجرا کرد. این نکته باز درباره دوری جالبه که این آدم با 3 بار قسم جلاله خوردن تبرئه شد. یعنی شما فکر کنید یه آدمی به مصطفی کاظمی که خود مصطفی کاظمی برای من پیغام داد، بهش گفته دستور قتل رو داده، فروهر رو دستور قتل محمد جعفر پوینده رو داده، مختاری رو داده، دستور قتل پیروز دوانی رو داده. این آدم اینا رو داده، بعد میگه 3 تا قسم جلاله میخوره و بخشیده میشه، بعدم مقام دادستانی بهش میدن و رئیس نمیدونم بازرسی و غیره. میخوام بگم در جمهوری اسلامی خانم فرنوش ما با مجرمانی روبرو هستیم که تاریخ ما نظیر اینها رو نداره. اون لی شهری که افتخارش این است که در گوش مرحوم آیت الله شریعت مداری سیلی زد، و یا همین آقای فلاحیان فرزند آیت الله شیرازی، حجت الاسلام آقای سید مرتضی شیرازی رو در زندان روش نفت ریخت و آتش زد. و شما آقای شیرازی رو ببینین پوست بدنش نشون میده چه زجری کشیده. این آقای فلاحیان. بله. آقای دکتر نوری‌زاده، در یکی از مصاحبهاتون در روزهای اخیر بر نکته‌ای از دید خودتون انگشت گذاشتید که دل من یکی رو به درد آورد. فرمودید که اگر من این مسئله رو که قرار بود مورد سوء قصد سیاسی قرار بگیرم و فردی در این رابطه دستگیر شده و در اختیار آمریکایی هاست و در زندانه، اگر خود من این رو مطرح کرده بودم ایرانی ها این رو باور نمی‌کردن. حالا که گاردین انگلیس، یک روزنامه چپگرا، به نقل از اسناد ویکیلیکس گفته، حالا دیگه شما میتونید این رو به راحتی باور بکنید. چرا این گونه است؟ خیلی ببینید خانم فرموش، ما یکی از مصائبمون، من چندی قبل یه مقاله نوشتم خانم آن سان سوچی زن بسیار بزرگیه و من همیشه این زن رو دوست داشتم و بهش حرمت گذاشتم. ولی مگه ما آن سان سوچی نداریم؟ مگه ما نسرین ستوده رو نداریم؟ مگه ما شیوا نظرآهاری رو نداریم؟ مگه ما این زنایی رو که خانم شهراللهیجی رو مگه نداریم؟ این بانوی عزیز خانم مرتضی رو داریم. اینا همشون زنانی هستند که افتخار بهشون باید بکنیم. ولی ما در چارچوب اون حسدها، عقده‌ها، کینه‌ها هیچ وقت حاضر نشدیم اعتلا و سربلندی یه ایرانی رو ببینیم و خوشحال باشیم. حتما باید بگردیم خرابش کنیم. حتما اگر یه روزنامه نگار، بابا من یه روزنامه نگاری هم به 3 زبون می نویسم، خب من اگر زندگی نداشته باشم پس من آدم بدبختی هم، من آدم بی‌قابلیتی هم. معلومه من بالاترین دستمزد رو برای مقالم دریافت میکنم. من در تلویزیون عربی که میرم بالاترین دستمزد رو میگیرم، برای اینکه بالاخره به یه جایی رسیدم که به عنوان یه کارشناس منو قبول دارن میبرن، تو کنفرانس دعوتم میکنن سخنرانی کنم، میرم بالاترین دستمزد رو بهم میدن. من لزومی نداره که برم مأمور دستگاه اطلاعاتی بشم به جایی. وقتی دارم زندگی میکنم با شرافت از راه نوشتنم و گفتن، نیازی من ندارم که برم خود رو به جایی بفروشم. ولی متاسفانه این ذهنیتی که در ما درست شده، این ذهنیتی که جمهوری اسلامی به اون دامن زده و متاسفانه در درون اپوزیسیون هم این کار رایج شد. شما اگر با گروهی افکارتون یکی نبود یا مخالفشون بودین، شما مأمور بودید. من باورم نمیشد مثلا بارها دیدم یه سازمان اپوزیسیون فردی رو که تا دیروز با هم جان در یک روح در 2 قالب بودن، یه دفعه اون آدم تبدیل میشد به نوکر رژیم، معتاد رژیم، آدمخوار، و هزاران بهش تهمت زده میشد. و این متاسفانه جزو صفات ما شده که ما حاضر نیستیم پیش خودمون عادلانه بگیم بابا جان ممکنه یه آدم قابلیت داشته. این خانم انصاری که میره فضا و اونجا نشسته، لابد این خانم یه قابلیت هایی داشته که به اینجا رسیده. آقای بیژن، این همه طراح هستن، چرا بیژن تو دنیا اسمش معروف میشه؟ خب بپذیریم یه قابلیت هایی داشته که به این نقطه رسیده. محسن مخملباف لابد یه قابلیت ها و
هنری داشته که امروز تو فستیوالا براش سر و دست میشکنن. الان چند سال فیلم نساخته ولی تو هر فستیوالی اسمش هست. یا دختراش، خب بابا سمیرا رو بپذیریم، این دختر جوان 20 ساله 22 ساله قابلیت هایی داره که میتونه فیلم بسازه. ما نمیخوایم اینو بپذیریم، ما سریع میخوایم خرابش کنیم. من یه نکته رو به شما بگم، این برای من پدر دردناکه. پسر کوچک من نیما، سومین پسرم، جزو ایرانی های موفق در عرصه سینماست. برای کمپانی برادران وارنر فیلم سینمایی ساخت که الان داره ادیت میکنه، آخرین فیلم داستانی سینمایی به عنوان کارگردان. من نه جایی راجع به این نوشتم نگفتم، حتی ننوشتم. منی که پدرشم نیومدم براش تبلیغ کنم، چون گفتم الان میگه داره برای بچهش تبلیغ میکنه. گفتم خب فیلمش که میاد اون بزرگترین تبلیغ براشه، نیازی نداره، اون وقت خودشون میرن سراغش صحبت میکنن. این خیلی تلخه. این واقعا من با تلخی خانم فرنوشون حرفو زدم. من خودم نخواستم برای خودم بازاریابی کنم یا از خودم ترویج کنم که بله منو میخواستن بکشن. افتخاری نیست. من اون لحظه که دل مادرم و عزیزانم میشکنه و میلرزه، اون برای من اصلا قیمت نداره. نمیخوام اصلا حرفی بزنم و برای همین 1.5 سال هیچی نگفتم. من 2 بار در امریکا مصاحبه شدم با نیویورک تایمز و واشنگتن پست و بهشون گفتم مصاحبه باتون میکنم ولی چاپ نکنین تا زمانی که خود پلیس خبرش رو به شما بده. یعنی برای من اصلا مهم نبود که این خبر چاپ بشه یا نشه، ولی تلخ دیگه وقتی گاردین چاپ میکنه، دیلی تلگراف پیروز چاپ میکنه و الان ساندی تایمز با من مصاحبه کرده، اینا اون وقت میشود که بله خب حالا حتما پس درست بوده چون خارجی گفته. بله. ولی هم حکومت ایران، هم دولت ترکیه و هم بسیاری از افراد و هم عواملی در خاورمیانه میگویند که این اسناد ویکیلیکس کار اسرائیل. ممکنه که این سند هم در مورد ترور شما کار اسرائیل باشه؟ نمیدونم. اسرائیل دیگه اگه FBI دستشه، پلیس ضد تروریست انگلیس هم دستشه، آقای صادقی هم دستشه، اون دیگه من اولا ببینید اسناد ویکیلیکس بزرگترین ضربه رو به امریکا زده. تصور من این است که رابطه امریکا و اسرائیل یه رابطه استراتژیکه. هیچ وقت اسرائیل نمیخواد کاری بکنه که به امریکا ضربه‌ای بزنه که اینجور بی آبرو بشه در منطقه و دیگه هیچ کس بهش اعتماد نکنه. انتشار این اسناد به نظر من همونطور که برلوسکونی گفته کمتر از حادثه 11 سپتامبر نبود. از نظر ابعاد این فاجعه است. شما فکر کنید مثلا پادشاه سعودی یک حرفی رو خصوصی به سفیر آمریکا زده، حالا این حرف منتشر شده. آیا فردا این آدم اعتماد میکنه دوباره به سفیر آمریکا؟ الان در لبنان از صبح تا ببینید چه جنجالی را افتاده که آقای الیاس مور وزیر دفاع به سفیر آمریکا گفته اسرائیل اگه این دفعه حمله میکنه به لبنان سعی کنه فقط مناطق شیعه نشینی که مال حزب الله بزنه، چیز به اصطلاح زیربنای اقتصادی ما رو نزنه، پلها رو نزنه. از صبح تا اینو بیچارهش کردن. یا آقای مروان حماده که مورد سوء قصد توسط سوریا قرار گرفت، ایشون هم یه صحبتایی راجع به حزب الله کرده. حالا الان جنجالی شد. بله حالا میخوام جنجالی الان راه افتاده. خب ببینید حقیقت امر اینه که آقای نوری‌زاده تقریبا هیچ یک از این مطالبی که در ویکیلیکس بود برای رسانه‌های اسرائیل، برای من به عنوان یک خبرنگار در این کشور مورد شگفتی نبود. بارها مقامات اسرائیلی گفته بودند که رهبران کشورهای عرب از ما اشتیاق بیشتری نشون میدن در مورد لزوم حمله به ایران، در مورد مسائل لبنان، در مورد مسائل سوریه. تمام اینها چیزایی نسبتاً آشکاری بود حداقل برای رسانه ها در اسرائیل. بله مطابق ببینید الان مستنده. اون وقت آشکار همه ما این حدس رو میزدیم یا به هر حال در صحبت‌های لابلای سطور اینو حس میکردیم، ولی این بار دیگه مستنده. یعنی شما نمیتونی انکارش بکنی. حالا ممکنه اینا الان دیروز دیدم حالا ببینید چرا مثلا احمدی نژاد اومد گفت بله اینا رو ما قبول نداریم و ما روابط خوبی با دوستان عرب داریم. به دلیل اینکه اگر اینو نمیگفت بعد واکنش نشون میداد و الان دولت ایران در موقعیتی نیست واکنش نشون بده. انفجار خرم‌آباد و زیر سیبیلی در کردن برای اینکه
40% از نیروی موشکیشون از بین رفته، 100 نفر کشته دادن. خب اگر بیان وقتی میان میگن کار دشمنه، باید نسبت به این دشمن با این هارت و پورتشون واکنش نشون بدن، ولی میان میگن آتش سوزی. خب ولی در مورد این دوتا دانشمند اتمی رو زود انگوش میکشن به سوی اسرائیل. خب با این ترتیب خودشون هم توجیه میکنن که چطور رژیمی که مدعی است مگس رو آسمون نمیذاره بره، 3 تا کوهنورد آمریکایی رو میره اون برای مرز میگیره میاره، نمیتونه دو تا دانشمند مهمش که یکیشون اصلا مغز برنامه اتمی ایران بوده محافظت کنه. آقای نوری‌زاده، از حضور شما در برنامه این پنجشنبه ایرانیان در غربت بسیار سپاسگزار هستیم و تندرستی و طول عمر بسیار برای شما آرزو میکنیم و در انتظار انتشار کتاب شعر جدیدتون. ممنونم خانم فرنوش، خیلی متشکرم. خدا حافظ. سپاسگزارم. درود.